و با پیرانهای رنگشون کبود باشن امروز در میدان فوتبالبازان دسته اس کرامت الله سیدов باقیب ضربه از فاصله دور و گل بسیار هم زیبا را به ثمر میرساند فوتبالباز دسته خطلان نعیم جان ابراهیم زاده است دفاعگر این تیم که در همین حالت به هجوم پیوست و از فاصله دور یک ضربه بسیار هم قوی زد که تیروار با کنج دروازه وارد گردید و همه غبارویی که در استانداردی دیگر به نفع فوتبالبازان خطلان کرامت الله سیدов پرتافت میکند به داخل جریمه گاه ضربه هم زده میشه. میبینیم که در نیمه دوم رقابت فرق از قسم اولیان کمتر قرار دارند. امکانیت است برای فوتبالبازان اسخط از ضربه جانب دروازه هرچند شهرام اسماعیلوف به توپ رسید اما توانست مبین جان مبینوف توپ را به دروازه وارد سازد و حساب بازی را برابر 1-1 بگرداند. در نیمه دوم رقابت مبین جان مومینوف به میدان وارد گردید و امیر جان رحیموف را عوض کرد و این تغییرات نیازعلی باباخانوف ثمر آورد. رقم 25 دسته اسخط که گفتیم مبین جان مومینوف است توانست با زدن گل دست یابد و حساب بازی را برابر 1-1 کند. موقع اختیار کرد و در این موقع بازی خواهد کرد نعیم جان بازم یک ضربه دیگر و گل دوبلی نعیم جان ابراهیم زاده. من گفتنی بودم که نعیم جان ابراهیم زاده اکنون بلندتر بازی خواهد کرد با فرق از قسم اول رقابت چون که حسین نورماتوف که به میدان وارد به خط هجوم دعوت کرد و این بان آورده رساند که نوردین ابراقلوف 1-1 با دروازه‌بان برآمد ضربه زد و حساب بازی را 3-1 نمود. در وقتی زم گردیده توانست با زدن گل دست یابد نوردین ابراقلوف. او در دیدار قبلی هم مشرف به زدن گل گردید و امروز هم توانست مؤلف گل بگردد. بدون گل او میدان را اکنون ترک نمیگوید. این البته نقطه نیویی است در این رقابت چون که در فرصت باقی مانده فوتبالبازان دسته و بازی با همین نتیجه انجام می‌یابد با حساب 3-1 دسته خطلان صاحب 6 امتیاز می‌گردد.